سلام، خبرهای آخرین رو از رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. دادگاه ناحیه نورآباد مهمجان رحمانوف آموزگار لاتوکوب شده را 20 نشان دهنده برای حسابها برابر به 1560 تومان جریمه کرده است. حکم بیگاه سوم ایین صادر شده دادگاه این آموزگار را در اجرا نکردن عهدهداری در مورد تعلیم و تربیت کودک گناهکار کرده است. به اطلاع یک منبع آگاه، آموزگار در دادگاه سخن دغل گفتن به یک خواننده را قبول کرده است، اما گفته است از بالای حکم شکایت میبرد. منبع رادیو آزادی در دادگاه نورآباد گفت میرعلی آرزویف، کسی که آموزگار را لاتوکوب کرده بود، با 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم شده است. دادگاه او را در میده اوباشی گناهکار دانست. به اطلاع منبع آگاه رادیوی آزادی، آرزویف در دادگاه گفته است آموزگار را تنها یک شب پاتی زده است. آموزگار مهمجان رحمانوف هم به حکمی نسبت خودش صادر شده و هم به حکمی میرعلی آرزویف ناراضگی کرده گفته است از بالای آن شکایت میبرد. مهمجان رحمانوف پیشتر به رادیوی آزادی شکایت کرده بود که روز 8 می برادر یک خواننده او را زده است. میرعلی آرزویف پیشتر به رادیوی آزادی گفته بود آموزگار را نزده است، بلکه تنها صحبت کردند. مقامات تاجیکستان جزئیات سازشنامه با شرکت روسی بیتکا گروه را شرح دادند. فروخ یوسفزاده، معاون اول رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال، 26 می در مجلس نمایندگان گفت گروه شرکت‌های بیتکا باید دوام 10 سال آینده در تاجیکستان 150 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده کارخانه کارکرد نخی پخته تا محصولات نهایی سازد. در عوض تاجیکستان عهدهدار شده است که برای کشت پخته به شرکت بیتکا نه کمتر از 15000 گکتار زمین با انفراستراکچور ضروری جدا می‌کند. مهلت استفاده این زمین‌ها دائمی یا نه کمتر از 20 سال پیش بینی شده است. قرار است این زمین‌ها اساساً در منطقه کولاب به شرکت روسی داده شوند. سازشنامه با شرکت بیتکا ماه اکتبر سال 2025 در جریان سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به تاجیکستان امضا شده بود. مقامات تاجیکستان هدف از همکاری با این شرکت را رشد صنعت گفته بودند، ولی موضوع گروه بیتکا از آن نظر مورد توجه است که بنا به یک تحقیق رادیوی آزادی این شرکت اینک 4 سال است که به تهیه لباس حربی به ارتش روسیه در جنگ اوکراین مشغول است. بنیادگذار و بهره گیرنده اساسی این شرکت تیمور ازبالایف زیر تحریم‌های اتحاد اروپا قرار دارد. در پی رسش سیم برق، یک پدر و پسر در ناحیه مسجد به هلاکت رسیدند. حادثه شام 3 می در باشگاه صحرایی دهه پدراخ ناحیه رخ داده است. یک منبع آگاه از قضیه به رادیوی آزادی گفت حکمت الله آدینه‌زاده 26 ساله برای بریدن شاخ توت به بالای درخت میبرد، ولی به یک سیم برق میخورد که از بالای درخت میگذشت. همصحبت رادیوی آزادی گفت آدینه‌زاده به سیم برق چسبیده از بالای درخت به درون جوی آب افتاد و آنجا جان داد. پدر این جوان رحمت الله آدینه‌اف برای خلاص کردن پسرش میرود، اما سیم برق جان او را هم میگیرد. این مرد 64 ساله بود. این پدر و پسر 4 ایین در زادگاهشان دهه پدراخ به خاک سپرده میشوند. مقامات ناحیه مسجد حادثه را تحقیق دارند. هلاک شدن ساکنان از برق در گذشته هم اتفاق افتاده است. رعایت نکردن قاعده به خطری از سبب‌های اساسی این گونه حادثه‌های ناخوش گفته می‌شود.